نادر شاه افشار، قسمت اول، ققنوس در آتش. من برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم، بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم. وقایع ایران مملو از رخدادهای غم‌انگیز و یأس‌آوری است که نگارش و بازگویی آن به سادگی امکان پذیر نیست. در سالهایی که ایران از گردونه بازی‌های سیاسی جهان کنار رفته بود، دنیا با تغییرات و جابجایی‌های شگرفی مواجه شده بود. اروپا از تاریکی قرون وسطی خارج شد و دولت‌های قدرتمندی در حال شکل‌گیری بودند. در غرب اروپا اسپانیا مبدل به قدرت عظیم دریایی و زمینی شده و فرانسه و انگلیس در اثر جنگ‌های 100 ساله ارتش‌های کارآزموده و جنگجو پیدا کرده بودند. امپراتوری آلمان از تجمع ده‌ها شاهزاده نشین جنگجو و ثروتمند تشکیل شده بود که به رغم تشدد در تصمیم گیری از جمعیت و قدرت فراوانی برخوردار بود. در مرکز و شرق اروپا قدرت‌های عظیمی از خاکستر حملات مغول شکل گرفته بودند. لهستان و مجارستان مرتب در حال قدرتمندتر شدن بودند. در غرب روسیه شاهزاده نشینان مستو قدرت خود را تثبیت کردند، اما خطر بزرگ دیگری درست در شمال غرب و غرب ایران شکل گرفته بود که حتی تمامی نیروهای نامبرده در بالا از آن واهمه داشتند: امپراتوری عثمانی. اصفهان، اوایل پاییز 1722 میلادی. شیوع قحطی بسیاری از شهروندان گرسنه را وادار کرد در پی غذا و آذوقه بگریزند. تمام مزارع و منابع غذایی حومه شهر نابود شده بود. قحطی پس از مدتی اهالی را واداشت برای زنده ماندن به خوردن اسب و موش روی بیاورند. اهالی شهر از فرط گرسنگی در خیابان‌های اصفهان جان می‌دادند. فرهیختگان و دانشمندان بسیاری هم در بین این افراد بودند. جمعیت اصفهان که در سال 1122 هجری قمری بیش از 500,000 نفر بود، به 100,000 نفر کاهش یافته بود. شاه سلیمان قبل از مرگش در سال 1105 هجری قمری ولیعهدی معرفی نکرد. چنان که مشهور است، مشاوران ارشدش را در آخرین ساعات حیات کنار بستر خود فراخواند و 2 گزینه برای جانشینی به بزرگان معرفی کرد: شاهزاده سلطان حسین میرزا و شاهزاده عباس میرزا. این 2 شاهزاده به لحاظ منش و شخصیت تقریباً نقطه مقابل هم بودند. سلطان حسین میرزای 26 ساله، نرم‌خو، آرام، انعطاف پذیر، اهل ریاضیات، زاهد مآب و مذهبی بود. به گفته شاه سلیمان، سلطان حسین شاهی صلح دوست میشد، شاهی در پی آرامش برای کشور. گزینه دیگر شاه سلیمان میرزای 23 ساله بود، قوی، مصمم، جنگجو، هوشیار، زیرک و باهوش. شاه سلیمان عباس میرزا را شاهی توصیف می‌کرد که امپراتوری را قدرت و وسعت می‌بخشد. هر 2 شاهزاده در حرم بزرگ شده بودند و هیچ یک آماده زمامداری نبودند. سلطان حسین به پادشاهی برگزیده شد و نیمه تابستان سال 1105 هجری قمری تاجگذاری کرد. شاه سلطان حسین جنگجو نبود. او زاهد مآب، مذهبی، سوس عنصر و ناتوان در امور حکومتی و نظامی بود. خیلی زود لقب یخشیدیر گرفت، چرا که پاسخ معمول او به تمام مسائل حکومتی همین کلمه بود. شاه سلطان حسین به سرعت و عمیقاً تحت تأثیر مجتهدی به نام محمد باقر مجلسی قرار گرفت و پس از مدت کوتاهی با صدور فرامین مذهبی سختگیرانه ایران را به یک کشور مذهبی متعصب تبدیل کرد. عاملی که تا اندازه‌ای علت شورش‌های متعدد در مناطق سنی نشین کشور بود.
به ویژه شورش‌های افغان‌ها در شمال شرق، شیروانیان و لزگی‌ها در قفقاز و کردها در غرب و شمال غرب. سرزمین‌هایی که افغانستان امروزی را تشکیل می‌دهند، به ویژه قندهار، هرات و کابل، عمدتاً میان ایران صفوی و هند تیموری واقع بود. افغان‌ها برخلاف اکثریت ایرانی‌ها سنی اند و شیعیان اکثراً در غرب افغانستان امروزی متمرکز شده‌اند. شورش آتی افغان‌ها فصلی دردناک از تاریخ ایران را تشکیل می‌دهد. فصلی که تا مغز استخوان انسان را به لرزه در می‌آورد. در سال 1110 هجری قمری طوایف بلوچ در جنوب شرق ایران دست به شورش زدند و خیلی زود شروع به تاخت و تاز در منطقه کرمان کردند. شاه سلطان حسین گرگین خان شاهزاده گرجی را مأمور سرکوب شورش کرد. گرگین وظیفه خود را انجام داد، اما نگرانی از تهدید بلوچ‌ها او را واداشت در کرمان بماند. گرگین محق بود، زیرا بلوچ‌ها در سال 1115 هجری قمری دوباره حمله کردند، اما این بار آنها به قندهار در شمال شهر یورش بردند. گرگین یک بار دیگر بلوچ‌ها را متفرق کرد و قندهار را نجات داد. گرگین که قبلا به مقام بیگلر بیگی گمارده شده بود، وارد قندهار شد و به انجام وظیفه پرداخت. او که سربازی شایسته بود، در مقام حاکم قابلیت چندانی از خود نشان نداد. حکومتداری خشن و سختگیرانه او به سرعت مردم محلی را به مخالفت با دولت اصفهان واداشت. احساسات سنی‌های محلی نیز از این واقعیت که سربازان گرجی گرگین مسیحی بودند جریحه دار شده بود. همچنین افغان‌ها از اینکه گرگین تاخت و تاز به قلمرو تیموریان را ممنوع کرده بود خشمگین بودند. گرگین سعی داشت صلح با تیموریان را حفظ کند، اما افغان‌ها آن را نمونه دیگری از فشار قدرت مرکزی می‌پنداشتند. مرد متنفذ قندهار میرویس بود، نجیب زاده‌ای به نام از قبیله خلجایی. خشم از گرگین و گرجی ها بالا گرفت و ساکنین قندهار روز به روز بیشتر به رهبری میرویس متمایل شدند. گرگین به میرویس بدگمان بود، از این رو او را دستگیر کرد و به اصفهان فرستاد. این عمل و نیز شیوه حکومت گرگین به افشاندن بذر خشم و شورش در میان افغانهای خلجایی و بعدها ابدالی کمک کرد. فرستادن میرویس به اصفهان اشتباهی بزرگ بود. این کار به او امکان داد تا فساد و ضعف دولت صفوی را به چشم ببیند. میرویس که زیرک، باهوش و حیله‌گر بود، با شاه ساده‌لوح و زود باور همراهی نمود و اعتماد او را جلب کرد. او سلطان حسین را متقاعد ساخت به او اجازه رفتن به حج را بدهد. وقتی میرویس به مکه رسید، فتوایی علیه شاه سلطان حسین شیعه مذهب گرفت. میرویس به اصفهان بازگشت. شاه قبل از بازگشت وی به قندهار القاب مختلفی به وی اعطا کرد. با این کار شاه سلطان حسین از اقتدار حاکم خود گرگین خان کاست و نخستین گام را به سوی نابودی دولت صفوی برداشت. میرویس با فتوایی که گرفته بود مشکلی برای برانگیختن خلجایی های قندهار برای مقابله با اصفهان نداشت. او حمایت تیموریان هند را نیز به دست آورد. در بهار سال 1709 میلادی او و دیگر خلجایی ها گرگین و تقریباً تمامی سربازان گرجی شاه را در حمله غافلگیرانه در قندهار به قتل رساندند. فقط تعداد اندکی گرجی به دشواری گریختند. فاجعه شروع شده بود. قندهار از حوزه اقتدار اصفهان خارج شد. جدیت بحران باعث شد شاه سلطان حسین ارتش تازه ای را مأمور تارمار میرویس و شورشیان خلجایی کند. برادرزاده گرگین خان به نام کیخسرو خان گرجی فرماندهی این ارتش را عهدهدار شد. کیخسرو با پشتیبانی لشکرهایی از خراسان، هرات و کرمان ارتشی 50,000 نفره را برای محاصره قندهار فرماندهی می‌کرد. در این درگیری خلجایی ها چیره شدند. کیخسرو از اسب به زمین افتاد و کشته شد. اوایل پاییز سال 1711 میلادی قوای صفوی به سختی شکست خورد و خلجی ها مقدار زیادی سلاح، توپ و اسب به غنیمت گرفتند. این شکست مفتضحانه اصفهان را به لرزه درآورد. شاه قورچیباشی سالخورده‌ای به نام محمد زمانخان را به فرماندهی ارتش دیگری برای نبرد با میرویس گمارد و راهی کرد. زمانخان را لشکرهای از خراسان و قاجارهای استرآباد همراهی می‌کردند که
تدارکات و توپ زیادی به همراه داشتند. این نیروی نظامی برای گردآوری نیروی بیشتر در بستام توقف کرد، اما اوضاع باز هم وخیم‌تر شد. زمان خان به مرگ طبیعی درگذشت و حاکم هرات نیز به قتل رسید. ارتش صفویه از نیمه راه قندهار بازگشت. خبرهای ناگوار رسیده با خبر حمله ازبک‌ها کامل شد. ازبک‌ها به سرکردگی شیرغازی خان با استفاده از فرصتی که آشوب قندهار به وجود آورده بود، در سال 1717 میلادی به خراسان هجوم بردند. صفیقلی خان به فرماندهی ارتش جدیدی گماشته شد تا خطر ازبک‌ها را دفع کند. او در اولین جنگ خود از ازبک‌ها شکست خورد، اما با رسیدن لشکرهای زبده قاجار از استراباد ازبک‌ها شکست سختی خوردند. صفیقلی خان در این زمان راهی هرات شد تا ارتش خود را برای جنگی بزرگ با میرویس آماده کند. این ارتش متشکل از لشکریان بسیاری بود، از جمله قاجارهای استراباد، نیروهای خراسان، مرو، نسا، سرخس، ابیورد و زورآباد. وقتی نبرد با خلجایی‌ها آغاز شد، لشکرهای قاجار و کرد به سبب دشمنی با صفیقلی خان از وی حمایت لازم به عمل نیاوردند. عدم حمایت کردها و قاجارها در این لشکرکشی باعث شکست فاجعه بار لشکر قزلباش و قتل پسر صفیقلی خان فرمانده آنها شد. در این زمان خلجایی‌ها حمله اصلی خود به صفوف صفویان را شروع کردند. صفیقلی خان کشته شد و سپاه صفویان از هم پاشید. وقتی اضطراب و بی‌نظمی مانند آتش در بین صفوف سربازان گسترش یافت، قاجارها اردوگاه صفوی را غارت کردند و راه بازگشت پیش گرفتند. دیگر افراد باقی مانده که همه چیز را از دست رفته می‌دیدند، فرار را برقرار ترجیح دادند. آن زمان که خبر شکست سپاه ایران به سراسر کشور رسید، افاقنه سنی مذهب عبدالی در هرات دست به شورش‌های پراکنده زدند. دامنه تاخت و تاس‌های آنان تا حوالی مشهد کشیده شد. میرویس خلجایی در سال 1715 میلادی جان سپرد، اما مرگ او به سود ایران تمام نشد. میرویس دو پسر داشت که ارشد آن محمود 18 ساله بود، اما طبق سنت خلجایی‌ها برادر برای جانشینی مستحق‌تر شمرده میشد و با توجه به سن کم محمود مقام ریاست به برادر میرویس، میر عبدالله رسید. او روشی مسالمت‌آمیز با اصفهان در پیش گرفته بود. محمود پسر میرویس عمویش را متهم به خیانت کرد و او را در سال 1717 میلادی به قتل رساند. پس از آن محمود رئیس خلجایی‌ها شد. او مصمم بود آنچه را که پدرش آغاز کرده به پایان برساند. جهاد علیه اصفهان. محمود تابستان سال 1719 میلادی حمله به اصفهان را آغاز کرد. او ابتدا وانمود کرد به عبدالی‌های هرات در شمال حمله می‌کند، اما به جای آن به سوی جنوب غرب به سیستان و بلوچستان لشکر کشید و از آنجا وارد کرمان شد. شمار افغانی‌هایی را که در این عملیات شرکت داشتند به دشواری می‌توان برآورد کرد. مورخین غربی با توجه به منابع ایرانی تعداد آنها را 10 تا 11 هزار نفر دانستند و مورخین امروزی تعداد بسیار بیشتر 50 تا 100 هزار نفر را عنوان می‌کنند. با وجود مقاومت اندک، اقامت موقت محمود در کرمان اقامتی خونین بود. بناها آتش زده شد و جسد شهروندانی که بیگناه به قتل رسیدند در کوچه و خیابان به حال خود رها شدند. منابع ایرانی و غربی در اینجا که چرا محمود پس از 9 ماه کرمان را به مقصد قندهار ترک کرد اختلاف نظر دارند. از این همه که بگذریم، اصفهان مقصد نهایی او بود. به نقل از منابع ایرانی ارتش محمود از سپاه لطفعلی خان والی فارس شکست خورد و محمود و مابقی افرادش مجبور به عقب نشینی شدند. مورخین غربی با این گفته موافق نیستند. لکهارت معتقد است شورش قندهار دلیل ترک کرمان بود. اواسط سال 1720 میلادی پس از رفتن محمود، صفویان دوباره به کرمان بازگشتند و والی جدیدی به نام رستم محمد شادلو شروع به تقویت استحکامات ارگ کرمان کرد. با یک سوءظن احمقانه پتری خان وزیر سلطان و خویشاوند لطفعلی خان به اشتباه
خائن خوانده و به دستور شاه کور گردید و به دنبال آن لطفعلی خان نیز که مشغول جمع‌آوری سپاه برای فتح قندهار بود از سمت خود برکنار شد. این اتفاق احمقانه، یعنی برکناری سردارانی که موفق به شکست افغانها شده بودند، موجب شد دیگر هیچ سردار بزرگی حاضر به کمک به شاه صفوی نشود. با بی‌ثبات شدن اوضاع ایران در شرق و عزل لطفعلی خان با کفایت، محمود تصمیم گرفت بار دیگر به اصفهان حمله کند. این بار سپاه او شامل بلوچ‌ها و هزاره‌های فارسی زبان مغول تبار بود. در ظاهر ارتش ایران هنوز پر ابهت به نظر می رسید. آنها در مقام حرب می توانستند 180,000 سرباز برای خدمت فرا بخوانند. حدود 120,000 سوار نظام و 50,000 پیاده نظام و 10,000 تن سرباز دیگر از جمله توپچی‌ها، لشکرهای طوائف و ایالتی می توانستند بیش از 100,000 سرباز کمکی برای پشتیبانی از ارتش در موارد بحران وارد میدان کنند. اما ارتش صفوی در این زمان فقط شبحی از گذشته خود بود. دستگاه دولت صفوی و نخبگان نظامی مطمئن بودند که ایران نمیتواند با رهبری شاه سلطان حسین بی‌کفایت و سست عنصر ذخیره عظیم سربازان و لشکرهای طایفه‌ای خود را بسیج کنند. به گفته مروی صفویان حداکثر میتوانستند 60,000 سرباز برای مقابله با محمود جمع کنند. این تعداد باز هم بیشتر از مهاجمان افغان بود که به گفته مورخان غربی تعدادشان به 10 تا 11,000 تن میرسید. با این حال برتری تعدادی اهمیت زیادی نداشت، زیرا نیروهای ایرانی مشکلات متعددی داشتند که از کارایی نظامی آنها به شدت میکاست. محمود در تابستان 1721 میلادی پیشروی به سوی اصفهان را آغاز کرد. اوایل پاییز به کرمان رسید و شهر را محاصره کرد. تلاش محمود برای حمله مستقیم به ارگ به دلیل تقویت استحکامات شهر با شکست مواجه گردید. محمود در این حمله 1500 نفر تلفات داد. او توپ برای محاصره نداشت و سنگین‌ترین سلاح گرم وی همان زنبورکی بود که روی شتر هم میشد که در محاصره کارایی چندانی نداشت. محاصره تا اواسط زمستان طول کشید. در این زمان تعدادی از لشکریان محمود جنگ را رها کرده و راهی قندهار شده بودند. حدود 1 ماه بعد مصالحه صورت گرفت. ارگ کرمان حاضر شد در ازای ترک محاصره شهر مبلغی به محمود بپردازد. محمود با خوشحالی پذیرفت و راهی یزد شد. شهر یزد دروازه‌های خود را بر روی محمود بست. یزد نیز به اندازه کرمان سرسخت از آب درآمد. تلاش افغان‌ها برای حمله به استحکامات یزد با تلفات زیاد دفع شد. بار دیگر نبود توپخانه برای محاصره و ترس از دست دادن افراد بیشتر باعث چشم‌پوشی او از شهر یزد برای هدف اصلی او، یعنی فتح اصفهان شد. نکته عجیب این که این سردار افغان اصلا نگران خطوط پشتیبانی پشت سر خود نبود و حتی فکر نمی‌کرد ممکن است نیروهای از یزد و کرمان به او حمله کنند. در حقیقت محمود اصلا سردار با سواد آینده نگری نبود. او جنگجویی جسور بود که از خوش اقبالی با یکی از ضعیفترین شاهان تاریخ ایران مواجه شده بود. محمود اواخر زمستان به نزدیکی روستای محمودآباد در 36 کیلومتری شمال شرق اصفهان رسید. با پیشروی افغانها، رهبری نظامی ایران 2 برنامه دفاعی در برابر حمله آنها طرح کرد. برنامه اول که یکی از لایق‌ترین فرماندهان ارتش به نام محمد قلی خان اعتمادالدوله از آن پشتیبانی می‌کرد، عبارت بود از سازماندهی مقاومت در داخل شهر به دست ارتش با پشتیبانی اهالی مسلح و واداشتن افغانها برای درگیری رو در داخل شهر که باعث تلفات زیاد افغانها میشد. در مقابل سید عبدالله مشعشعی والی خوزستان پیشنهاد کرد ارتش بیرون اصفهان صف بکشد و با افغانها در فضای باز مقابله کند. مشعشعی در طول جنگ شخصا سوار نظام زبده خوزستان را هدایت میکرد. در نهایت نظر مشعشعی غالب شد و برای افزایش تعداد سربازان تلاش‌هایی صورت گرفت. به ذخیره عظیم جنگجویان ممتاز زورخانه‌ها یا همان مدارس فنون رسمی ایران توجه نشد. در عوض پیام‌هایی با وعده بخشش 6 ماهه مالیات برای آنهایی که داوطلب جنگ می‌شدند
به روستاها و محلات نزدیک اصفهان فرستادند. این کار باعث آمدن تعداد زیادی از روستاییان و کشاورزان مسلح به چوب و چماق شد که اصلاً آموزش جنگی ندیده بودند یا در سطح بسیار پایینی قرار داشتند. دولت به دلیل تدارکات از سپاه خود نمی‌توانست برای این افراد سلاح کافی تهیه کند. سلطان حسین خرافاتی که برای تعیین تاریخ نبرد متکی به منجمان خود بود، دستور داد برای سربازان آبگوشت بپزند. فکر می‌کرد خوردن این غذا آنها را در نبرد آتی از چشمان سربازان محمود پنهان خواهد کرد. اواخر زمستان همان سال محمد قلی خان با 30,000 سرباز و 24 توپ از اصفهان خارج شد. فیلیپ کلمبه متخصص فرانسوی توپخانه او را همراهی می‌کرد. مشعشعی و 12,000 سوار نظام عرب او 2 روز بعد به محمد قلی خان پیوستند. به این ترتیب سربازان صفوی به 42,000 یا به گفته مروی به 60,000 تن رسید. به احتمال زیاد 10 الی 11,000 جنگجوی افغان همگی سوار نظام بودند. صفویان و افغانها 5 روز پس از خروج محمد قلی خان در روستای گلناباد رو در روی هم قرار گرفتند. ارتش ایران 4 قسمت شده بود. جبهه چپ را علی مراد خان فیری والی کردستان با پشتیبانی سوار نظام لور هدایت می‌کرد. کنار او در مرکز محمد قلی خان قرار داشت. رستم خان و 400 گارد سلطنتی گرجی کاخ در سمت راست محمد قلی خان قرار گرفته بودند. مشعشعی با 12,000 سوار نظام خود در جناح راست مستقر شده بود. توپ‌ها جلوی محمد قلی خان قرار داشت و انبوهی از افراد پیاده نظام در مرکز مستقر شده بودند. محمد قلی خان به ظاهر فرمانده کل بود. او و مشعشعی همدل نبودند. این امر طی نبرد مشکلاتی جدی در هماهنگی ایجاد کرد. اما در مقابل آنها هدف سپوف به هم فشرده افغانها مشخص بود. محمود که فرمانده کل بود بخش مرکزی لشکر را هدایت می کرد. امان الله خان جناح راست را و نصرالله زرتشتی یاغی پیشین سیستان جناح چپ را. برای موازنه قوا با سربازان صفوی که شمارشان بیشتر بود، محمود، نصرالله و امان الله خان قوای خود را روی تپه مستقر ساخته بودند. تفاوت مشخصی در ظاهر دو ارتش متخاصم به چشم می‌خورد. افغان‌ها لباس‌های ژنده و ناهماهنگ به تن داشتند. برعکس سربازان زبده صفوی یونیفرم‌های خیره کننده و سلاح داشتند. رستم خان نبرد را آغاز کرد. گرجی‌ها به جناح چپ افغان‌ها حمله کردند. مشعشعی و سوار نظام عرب او در جناح راست شروع به دور زدن جناح چپ افغان‌ها کردند. اگر محمد قلی خان برای حمایت گرجی‌ها و اعراب ایرانی پیش آمده بود، جنگ ممکن بود به پیروزی بیانجامد. اما محمد قلی خان بی حرکت سر جای خود ماند. مشعشعی و اعراب ایرانی به نحو عالی جناح چپ افغان‌ها را احاطه کردند و پس از آن غارت اردوگاه افغان‌ها را بر تار و مار کردن سربازان متزلزل نصرالله ترجیح دادند. علی مراد خان با 15,000 نیروی تحت امر خود حمله به جناح راست محمود را آغاز کرد. جنگجویان امالله خان خلجایی با تظاهر به عقب نشینی سوار نظام لور را به تعقیب خود اغوا کردند، غافل از آن که سردار افغان طلعی مرگبار برای نیروهای صفوی تدارک دیده بود. 100 توپ کوچک زنبورکی که محمود از قندهار تا نزدیکی اصفهان بار شتر کرده و با رو انداز مخفی کرده بود اکنون به کار آمد. خلجایی های گریزان ناگهان به 2 بخش چپ و راست تقسیم شده و زنبورک‌ها به سرعت لرها را به آتش بستند و آنها را تکه تکه کردند. پس از آن سوار نظام خلجایی به باقی مانده لرها حمله و آنها را از میدان نبرد بیرون راندند. محمود پس از این موفقیت برای نابودی توپخانه ایران راهی شد. خلجایی ها چنان سریع به توپخانه ایران حمله کردند که فقط 3 اراده از آنها فرصت شلیک پیدا کردند. بیشتر توپچی ها از جمله فیلیپ کلمبه کشته شدند. اوضاع زمانی بحرانی شد که پیاده نظام محمد قلی خان برای حفظ رفقای توپچی خود
مقابل حملات سوار نظام افغان هیچ اقدامی نکرد. در این هنگام محمود برای حمایت از نصرالله که رستم خان تلفاتی به صفوف او وارد کرده بود حرکت کرد. رستم خان و گرجی های گارد سلطنتی با رشادت جنگیدند، اما خیلی زود محاصره شدند و در اقلیت قرار گرفتند. محمد قلی خان باز هم کاری نکرد، گویی او و سربازانش هرگز آنجا نبودند. رستم خان هنگام فرار از اسب به زمین افتاد و کشته شد. در این هنگام شدت و سرعت تلفات موجب اضطراب و هرج و مرج میان صفویان باقی مانده شده بود. صفویان که 6 تا 12,000 تلفات داده بودند به سرعت پراکنده شدند. عرب ایرانی که می‌دیدند همه چیز از دست رفته، غنایم خود را رها کرده و از میدان نبرد گریختند. راه محمود به سمت اصفهان باز شده بود. خبرهای فاجعه گلوناباد به سرعت در اصفهان پخش شد، اما افغانها برای حمله به پایتخت صفوی عجله نداشتند. سربازان محمود پیش از آن که در آرامش راهی اصفهان شوند، اول 500 تا 600 کشته خود را به خاک سپردند. 3 روز بعد محمود به اصفهان رسید و شهر را محاصره کرد. او می‌دانست که تنها راه فتح شهر گرسنگی دادن به ساکنان برای تسلیم شدن است. شاه و فرماندهان نظامی دریافتند بقای کشور در خطر است. سربازان به سرعت برای محافظت از برج‌ها، دروازه‌ها، ورودی‌ها و پل‌ها در امتداد زاینده رود مستقر شدند. به منظور تعیین استراتژی دفاعی و مقابله با محمود، نشستی اضطراری برگزار شد. بار دیگر ناهماهنگی در رهبری موجب آشفتگی در تصمیم گیری نظامیان صفوی شد. نوجبا و رهبران نظامی می‌خواستند محمد قلی خان با تمام قوایی که در دسترس بود از شهر خارج شود و در فضای باز با محمود بجنگد تا او را مجبور به عقب نشینی کند. محمد قلی خان نپذیرفت. او از روحیه پایین سربازانش با خبر بود. شاه تصمیم گرفت در پایتخت بماند. او سید عبدالله مشعشعی را به مقام فرمانده کل قوای صفوی گمارد. اقدام بهتران بود که شاه قبل از تنگتر شدن محاصره افغانها شهر را ترک کند. به این ترتیب میتوانست از دیگر شهرها سربازان بیشتری گرد آورد. اما شاه این اندرز را نپذیرفت و فرصت نجات شهروندان اصفهان را از دست داد. به این ترتیب از یک سو بیکفایتی شاه سلطان حسین اهالی اصفهان را در معرض رنج‌های هولناک قرار داد و از سوی دیگر کاهش ذخیره غذایی شهر را به شدت تحت فشار گذاشت. شاه از سراسر کشور درخواست کمک نظامی کرد. پیام‌هایی برای شاه واختانگ ششم در گردستان و علی مراد خان در لرستان ارسال شد. امیدواری زیادی وجود داشت که گرجی‌ها به کمک آنها بیایند، چرا که افغان‌ها به خصوص در نبرد رو در رو به شدت از سربازان گرجی هراس داشتند. حتی بعضی‌ها گمان می‌کردند افغان‌ها به محض دیدن سربازان گرجی عقب نشینی خواهند کرد. لرهانی جنگجویانی بلند آوازه در سوارکاری و چیره دست در بکارگیری سلاح گرم بودند. واختانگ ششم به دلیل سرخوردگی از اوضاع سپاه شاه و همراهی با نقشه‌های روسیه سرباز نفرستاد. مشکل دیگری که باعث تضعیف دفاع از اصفهان شد ستون پنجم بود که از فتح شهر به دست محمود پشتیبانی می‌کرد. این گروه آخرین گزارش‌ها مربوط به اوضاع رو به وخامت اصفهان، کشمکش‌های داخلی میان رهبران نظامی و اوضاع استحکامات شهر را به اطلاع محمود می‌رساندند. یکی از گزارش‌هایی که به دست محمود رسید حاکی از آن بود که صفویان پس از نبرد گلوناباد هنگام عقب نشینی شتاب زده به سوی اصفهان تعدادی از توپ‌های خود را چال کردند. خلجایی‌ها خیلی زود توپ‌های چال شده را پیدا کردند. فرماندهان صفوی برای پس گرفتن توپ‌ها نوعی عملیات نجات را طراحی کردند. گروه ضربت دست به حمله غافلگیر کننده زد و هر 24 توپ را پس گرفت. توپ‌ها را بار 9 اراده کردند و به اصفهان انتقال دادند. این حرکت باعث عصبانیت محمود شد و از دستور داد سربازانش به پل‌های اصفهان حمله کنند. خلجایی‌ها به پل‌های اصلی شهر یعنی پل الله وردی خان، مرنان و خاجو حمله کردند. اما حملات آنها با آتش مرگبار توپخانه دفع گردید.
موفقیت اخیر تحت شعاع ناهماهنگی مدام و کشمکش‌های داخلی رهبری قرار گرفت. شاه سلطان حسین با برقرار کردن پسرش صفی میرزا که وارث سلطنت بود و برگزیدن طهماسب دوم پسر دیگرش به ولیعهدی موجب اختلاف بیشتر در دربار شد. در این بره محمود هیئتی با پرچم سفید به منظور ارائه پیشنهاد خود برای پایان محاصره به اصفهان فرستاد. درخواست‌های او عبارت بود از ازدواج با یکی از دختران شاه، پرداخت مبلغی کلان و انتصاب حکومت قندهار، خراسان و کرمان. چنان که پیش بینی میشد شاه این شرایط را نپذیرفت. خبکه خبرچین محمود خیلی زود کارایی خود را نشان داد. گروهی از محافظان گرجی پل مارنان به سبب افراط در نوشیدن به خواب رفته بودند. محمود از این هم مطلع شد و با فرستادن یک گروه ضربت پل را تصرف کردند. آنگاه افغانها وارد محله عباس‌آباد اصفهان شدند و به این ترتیب حلقه محاصره تنگ‌تر شد. تعدادی از اهالی حملات موفقیت آمیزی به افغانها انجام دادند، اما این عمل تغییر چندانی در اوضاع رو به وخامت به وجود نیاورد. در این اثنا اهالی شهر که سعی داشتند بگریزند، در بیشتر موارد به دست افغانها اسیر یا کشته می شدند. مردم هنوز امیدوار بودند گرجی ها به نجات آنها بیایند، اما هیچ کمکی از قفقاز نرسید. در این برهه زمانی طهماسب دوم ولیعهد جدید با 1000 سرباز از اصفهان گریخت. شهروندان یقین داشتند او با سربازان تازه نفس برای نجات آنها باز خواهد گشت.